سلام بچه، چطورید؟ امروز میخوام یه دکوری بهتون یاد بدم که فکر کنم خوشید. اول 3 تا بلاک میکنی، بعد یه بلاک میکنی میای پایین که سرجم میشه، 2 تا بلاک میری زیر زمین، بعد کفش سنسور میذاری و یه مدل به علاوه طور در میاری. بعد اونجا که خالی اومده رو آرمان سم میذاری، بعد 4 طرف رو آرمان میذاری، بعد پیستون رو میذاری و بعد این پیستون رو روشن میکنی همونطور که توی ویدیو میبینید. هر 4 طرف هم این کار رو تکرار میکنید. وقتی که کارتون تمام شد، اونجایی که گفتم به علاوه طور در بیارید اینا رو میکنیدم و آرمور میذارید، بعد سر اینا رو کلاه میذارین، یه همچین چیزی در میاد. بعد 3 تا بلاک میکنید میایید بالا و بالا سرشون رو پیستون میذارید و وقتی که پیستون ها رو گذاشتید روی این پیستون ها گرس میذارید، بعد اینا رو روشن میکنید، بعد یه بلاک موقت میذارین، بعد دوباره پیستون رو روشن میکنید و اینا رو میکنید و یه همچین چیزی در